بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به درس امروزی برنامه ویندوز و بخش کنترل پنل. گزینه هایی را که ما و شما امروز به بررسی میگیریم دیتن تایم است، فایل اکسپلورر آپشن است و کیبورد. قبل از اینکه ما و شما این سه گزینه را بعد نظر بگیریم، روز گذشته ما و شما درباره یوزر اکانت خواندیم، اما اون گزینه هایی که مربوط به آپشن های باز شدن و پسورد دیگه پا بود تمام شد. اما میخواهیم که بعضی پالیسی ها یا سیاست هست که ما و شما اون سیاست ها را تطبیق چطور کردن میتونیم یا نمیتونیم. فرض میکنیم ما و شما میم در قسمت کنترل پنل با گزینه ادمنستراتیو تولز کلیک میکنیم و در اینجا گزینه راجستر ادیتور داریم، دبل کلیک میکنیم بالای از و گزینه یس انتخاب میکنیم. خب اما در این بخش نه، بلکه در بخش لوکال سکیوریتی پالیسی دبل کلیک میکنیم. صفحه از این که باز شد، در این قسمت میم بالای اکاونت پالیسی کلیک میکنیم و در این قسمت بالای پسورد پالیسی کلیک میکنیم. پسورد پالیسی کلیک کردیم، اینجا گزینه های وجود داره که روی از این گزینه ها باید کار کنیم. اولین گزینهش چی هستن؟ اولین گزینه از این است، بر ما میگه که چند رمز تو را در حافظش کامپیوتر ثبت بکنه. یعنی در اینجا دبل کلیک میکنیم، ما میگیم که یک رمز زدیم یاد ما رفت، چند وقت بود و فراموش ما شد، رمز دیگه را به کامپیوتر اضافه کردیم. رمز دومی را که اضافه کردیم، رمز اولم پیش ثبت است، رمز دوم، پس رمز سوم ثبت است. ما زمان رمز آخری یاد ما میره، پس رمز اولی یاد ما میره. رمز اولی را که دایر میکنیم وارد سیستم میشیم. در اینجا در صورتی که ای 2 و 3 داشته باشه، فهمیده شد؟ در صورتی که 2 و 3 داشته باشه تا 3 رمز ای پیش خود ذخیره کنه، در غیر از این کار نمیکنه. ما ایره 0 میگذاریم، کار نداریم از این رمز استفاده کنیم. گزینه بعدی ماکسیمم پسورد ایج است. عمر رمزتان چقدر باشه، یعنی چند روز طول بکشه امی رمزتان. ما در این قسمت میتونیم انتخاب بکنیم که هر هفته ما کامپیوتر ما رمز چنج کنیم. به چه خاطری پالیسی و سکیوریتیز؟ به خاطر با کمپانی های بزرگ و سازمان هاست، به خاطر که هر هفته اینا رمزشان چنج کنن. هکرها در ایشی هستن که باید رمز یک نفره که پیدا کردن، خود 4 روز 1 ماه 2 ماه که طول کشید از یک رمز بالاخره پیدا میشه و هکرها میگیرن تمام فایلات از کامپیوتر غارت میکنن. پس در اینجا تو میتونی که افت بگذاری، یعنی هر 7 روز بعد تو رمز تا چنج بکنی، و یا میتونی بگویی هر یک ماه 30 روز بعد. اصلا قانونش 42 روز هستن، ما شما 30 روز انتخابش میکنیم. خب در اینجا ما زمان عمر از این انتخاب کردیم. وقتی که عمر از این پوره شد، چند روز مهلت بر ما بده که ما دوباره چنج بکنیم امی رمز ما را. میتونیم در این قسمت بیم دبل کلیک کنیم، در اینجا میگیم بر ما فرصت 5 روز بده که ما آیتی ما بیاید تمام کامپیوتر را پسورد چه تغییر بده. ما در اینجا میتونیم که ایره 0 بگیریم، هیچ وقتی نته بر ما ایره کار نداریم. گزینه بعدی وظیفش این است که پسوردتان چند حرف باشه. ما شما قبلا 2 دانه حرف میدادیم، این میدادیم رمز میگرفت قبول است و هر باری که میخواستیم باز کنیم با مو این باز میشد. در اینجا ما شما میتونیم انتخاب بکنیم که کمتر از 6 حرف نباشه رمز ما. اگر کمتر بود قبول نشه. پس در اینجا ما پس دوباره ایره 0 میگذاریم، به دلیل از اینکه ما کامپیوتر که دیگر را یوزر اکانت یاد میتیم باز به مشکل مواجه میشه. اوکی میگیم. گزینه بعدی در این قسمت ما و شما میم دبل کلیک میکنیم، صفحهش باز شود بر ما. اینجا نه، بلکه در این قسمت این گزینه را اگر ما و شما دسیبل بگذاریم، اما پسورد ای و بی و سی میتونیم داره، یا 1 2 3 تا 5. یا پسوردهای چی گفته میشه؟ ساده و بیسیک گفته میشه. زمانی که ما انیبلی را میسازیم میگویم پسورد پیچیده و ثقیل بده. پسورد ثقیل فرض میکنیم ای میتی به حرف بزرگ، احمد میتی به حرف کوچک متباقیشه، 1 2 3 میتی باز یک حرف بزرگ میتی، باز علامه سوالیه را میتی، سلش میتی. به شکل مثلا چه شکل یک پسورد ما در اینجا در نوتپد براتون نوشته کنم. فرض میکنیم یک پسورد سختی است که مد یا میگیری اینجا 1 2 باز
ستاره یا میتونی که اصلش این گزینه استفاده کنی، باز AD بیتیدش. اینی پسورد سخت گفته میشه، یا AD را برف بزرگ بیتی AD. با این شکل این استرانگ پسورد است و ما و شما که نشته میکنیم A B C و یا 1 2 3 این پسورد های بیسیک و ساده هست. خب میایم در این قسمت اینا دون سیف میگیم و این گزینه را انیبل باید بسازیم. ما در اینجا این گزینه را هم دیسیبل میسازیم که اکثرا پسورد های ساده را ما بعد نظر میگیریم. کلوز میگیم این سفره. این بود موضوع پالیسی بخش یوزر اکاونت. ما و شما امروز میخوانیم دیت اند تایم، اما یک پالیسی در این وجود داره. اول پالیسی را تطبیق میکنیم، پس میایم بالای درس کار ما را ادامه میدیم. خب پالیسی از این است که میخواهیم که در قسمت ساعت و دقیقه ثانیه هم اضافه شود، یعنی ثانیه هم 1 ثانیه 2 ثانیه گردش کرده بره و ببینیمش. بخاطر این کار از پالیسی کنترل پنل و گزینه ادمنستراتیو تولز و راجستری ادیتور کلیک میکنیم، یس میگیم. بخاطر از این کار ما و شما مجبور هستیم که در اینجا بیم اولا اینها را در مجموع با این شکل بسته میسازیم که از کجا شروع باید بکنیم. زمانی که جدیدن شما این بخش راجستری ادیتور فعال میسازی، چنین شکل صفحه نمایش داده میشه. شما می در اینجا بخش های مختلف داره. در بخش current user مین current user را باز میکنین، بعد از این در بخش سافتیر را باز میکنین، بعد از این در بخش مایکروسافت اینجا مایکروسافت این را باز میکنین، بعد از این در بخش ویندوز بزرگ میکنین. در این قسمت مین بخش ویندوز current version در اینجا دبل کلیک میکنین، بعد از این در بخش اکسپلورر را کلیک میکنین یا اتر باز میکنین. در داخل از این ادوانس است، ادوانس را کلیک میکنین. ادوانس را کلیک کردین به این شکل ما ایرا ترتیب کردیم قبلا، چون کامپیوترهایی که ویروس داشته باشه نمیتونه که ثانیه را در این قسمت اضافه بکنه. شما در کامپیوترهایی که سافت می باشه جدیداً انستالش میکنین، این کار عملی بکنین در اینجا ثانیه را اضافه میکنه. من براتون باز نشان میدم. این حذف می باشه، این وجود نمی داشته باشه این ثانیه. پس ما چطور بتونیم که اینجا این گزینه را اضافه بکنیم؟ راست کلیک میکنید در محیط صفحه و اینجا گزینه 32 بیت انتخاب میکنی. 32 بیت انتخاب کردی، در اینجا باید نوشته بکنی show second in system clock، یعنی شو را اسش بزرگ، second اسش بزرگ، n آیش بزرگ، سیستم اسش بزرگ، کلاک سیش بزرگ. اینا باید بزرگ باشه به این شکل. اتونه که شما اس بزرگ نوشته کنین دیگه کلشه کوچک و در بینشون فاصله هم وجود نداشته باشه. من اینجا کلیک میکنین، این گزینه فعال شد. دبل کلیک میکنین و در این قسمت گزینه یک انتخاب میکنین. 0 نباید باشه. یک انتخاب میکنین، اوکی میگین و کلوز میکنین. کلوز و اینجا یک بار رفرش کامپیوترتان ریستارت میکنین. پس دوباره فعال شد کامپیوترتان، یا ریستارت یا لوگ آف یکیش میکنین. براتون در اینجا ثانیه را نشان میده. این بود موضوعات که باید بر شما گفته میشد در بخش پالیسی. ما شما امروز روی کنترل پنل کار میکنیم، گزینه های دیت اند تایم، فایل اکسپلورر آپشن و کیبورد. و در این قسمت اولین گزینه را که بررسی میگیریم او است دیت اند تایم. دیت اند تایم به خاطر ست نمودن یا تنظیم کردن تایم و تاریخ استفاده میشه. کلیک میکنیم در این قسمت، صفحه را باز میکنه. اولین باری که ما شما ست میکنیم کامپیوتر ما را باید چی را بعد نظر بگیریم؟ باید بیم اول زون ما را بعد نظر بگیریم. چند تایم زون میگیم، بعد از این قسمت میتونیم انتخاب بکنیم امو کشور خدا. اگر ما شما فعلا اینجا 4:24 دقیقه است، میم یک کشور دیگر انتخاب کردیم، اوکی میگیم.
اینجا 7:53 دقیقه از این کشور. پس ما نباید تایم کشور دیگه را انتخاب کنیم. اینجا بریم زون کشور خود کابل در این قسمت قرار داره، ما ایره انتخاب میکنیم و اوکی میگیم. بعد از این بالای چنج دیت اند تایم، چنج دیت اند تایم کلیک میکنیم. در این ساحه کلیک میکنیم که سال تغییر بدیم 2006 7 و ما را از اینجا انتخاب میکنیم و روز بعد از این قسمت انتخاب میکنیم. تاریخ انتخاب شد. به می ترتیب میتونیم که ساعت هم تغییر بدیم که 4 بجه بسازیم، 6 بجه، 10 بجه، ثانیه و ام و پی میشه، نیست تغییر داده میتونیم و در ادامه اوکی میگیم. ما ایره کنسل میگیم به خاطر تایم تغییر نکنه. گزینه بعدی ادیشنال کلاک است، مقایسه بین 2 ساعت. فرض میکنیم تایم کابل این است، میخوایم که بفهمیم کانادا چند بجه است، میخوایم بفهمیم اسلام آباد چند بجه است یا چقدر از ما فرق داره. استانبول انتخاب میکنیم. استانبول اگر انتخاب بکنیم میگه اگر در افغانستان 4:30 باشه استانبول 3 بجه است. 1.5 ساعت ما 1.5 ساعت با استانبول ما و شما فاصله زمانی داریم. اگر ما و شما بیاییم این قسمت کشورهای دیگه مانند تهران، پایتختای تهران و اسلام آباد انتخاب کنیم، با تهران ما 1 ساعت فرق ماست. اینجا 3:30 بجه باشه، افغانستان 4:30 دقیقه است. پس این موضوعاتی بود که مربوط مقایسه ساعت ها. اینترنت تایم به خاطر ایجاد تایم ها یا تاریخ هایی که غیر منظم میشه در جهان اونا را ست بکنه. چطور یعنی؟ ما و شما در قسمت ستینگ و در اینجا گزینه را فعال میسازیم و آپدیت نو میگیم در صورتی که اینترنت داشته باشیم. این وظیفهش بعضی کشورها هست که ساعت 7 بجه میری سر وظیفه میگه امشب 1 ساعت باقی بافتید. مثل ایران در ماه خزان ساعت 6 بجه برو سر کار، میگه که امروز 1 ساعت امشب باقی بافتیده، حال 6 بجه نیست 5 بجه است، برو 6 بجه بیا 1 ساعت دیگه برو خواب و پس بیا باز تایم پورا میشه. پس این میتونه ما را این قسمت آپدیت میکنه، با کامپیوتر ما اضافه میکنه و در ادامه اپلای میگیم و اوکی میگیم. تاریخ تایم میره که ما ست کردیم با کامپیوتر ما اضافه میشه و این قسمت بر ما نمایش میده و ما میتونیم که در این قسمت هم راست کلیک کنیم و از این قسمت تغییر بدیم ساعت هم و تاریخ هم و به این شکل هم میتونیم و با این حالت هم میتونیم که از اینجا adjust date and time با این شکل بر ما این قسمت ظاهر میسازه. حالا چطور میتونیم که در اینجا شما تایم میتونه چنج کنید؟ امکان داره کنترل پنل نتونی پیدا کرده. پس در اینجا می گزینه داره که به نام set time automatically، این اتوماتیک خودش ست میکنه تایم و اگر تو اینجا غیر فعال کنی را گزینه چنج فعال میشه که تو در اینجا بی چنج بگویی و تایم زمان تا تغییر بدی. کنسل میگیم و پس دوباره میتونیم که این را فعال بسازیم و این گزینه به خاطر تایم زون است. تایم زون اتوماتیک کابل انتخاب شده. پس از این راه هم ما استفاده کرده تانستیم. گزینه بعدی کیبورد. بعد از کیبورد ما و شما باز فایل اکسپلورر آپشن میخوانیم. کیبورد وظیفهش چیست؟ کیبورد به خاطر کنترل عمود تکمه‌های چی است؟ کیبورد است. در اینجا ما و شما اگر بیم زمان ازی را لانگ میگیریم، ما کار نداریم در گزینه پایینش، این گزینه را میگیم. وظیفه ازی اگر لانگ می باشه، زمانی که پنجه ما سر یک تکمه طور فشار میاد چند ثانیه وقت میته برای ما که ما پنجه ما را بالا بکنیم و تکرار یک حرف نوشته نشه و اگر باز اون بیشتر از چند ثانیه شد باز تکراری به سرعت نوشته میکنه برای ما در اینجا لانگ ساخته میره و در اینجا ما یک حرف محکم میگیرم. ببینین یک حرف نوشته میشه، بعد از یک مکس میکنه، بعد از باز تکراری نوشته میشه. میبینید یک مکس میکنه، بعد از که یک حرف نوشته میشه یک مکس میکنه 3 دفعه، بعد از باز نوشته میشه. درست؟ حالا اینمی مکس از اینجا میتونیم که از بین ببریم، میگیم هیچ توقف نباشه، اما پنجه ما سر هر حرف که آمد نوشته کرده بره. از اینجا سرعت تکرار حرف بیشتر میسازیم. این سرعت تکرار یک حرف است. ما اگر یک حرف مکم میگیریم با این شکل به سرعت نوشته بکنه بدون کدام وقفه. به این حالت
اگر ما بیایم این زمان را بیشتر میسازیم حال بهتر شما میتونیم ببینید که چه قسم زمان اینجا میگیره به خود. یو یک وقفه گرفت بعد از باز اینجا زمانش برش تعیین میشه، اینجا تکرار حرف سرعتش و از این قسمت سرعت چشمک زدن کرسر، اینه کرسر میگن. زمانی که ما در اینجا کرسر ما را قرار میتیم چشمک میزنه برای ما که از این موقعیت کار شروع میشه. پس اگر یه فصل بسازیم تیز بر ما چشمک میزنه که ما متوجه میشیم و اگر در حالت نن باشه حتی دیده نمیتونیم که آیا که موضوع ما از کدام قسمت شروع میشه. پس این موضوع مربوط به اسپید کیبورد بود. موضوع بعدی هاردویر است که اگر ما و شما از کیبوردهای اپتیکال استفاده بکنیم. اپتیکال چه نوع یک کیبورد است؟ سوزنک داره و او در نسل‌های گذشته البته استفاده میشد و اون نیاز به انستالیشن داشت که نامش پی استوس و در این ورژن ویندوز های کامپیوتران سافتورش اد شده و این سافتور از بین نمیره. با او دلیل این پیستو آمده و هاردویر آمده که اگر از او پیستو استفاده میکردیم مجبور هستیم که در اینجا پراپرتیز بیم گزینه درایور بیم اینجا آپدیت درایور بگوییم به خاطر امو درایورش بالا بکنه که از او کیبورد استفاده بکنیم. اما او کیبورد حتی جایش نداره که وصل شده کیبورد در لپتاپ ها، نیاز به استفاده شم نیست. خب کلوز میگیم و اوکی میگیم. این بود موضوعاتی که مربوط به کیبورد میشد. موضوع بعدی ما بحث ما روی فایل اکسپلورر آپشن است. فایل اکسپلورر آپشن وظیفه‌اش چی است؟ مکمل گزارشات یا موضوعات از بالای فولدر است و کارکرد با اون. من در این قسمت ما و شما دسکتاپ ما را آن میسازیم تمام آیکانایش. اولین گزینه که در این قسمت وجود داره براوز فولدر است. ما و شما میایم در اینجا پی سی را باز میکنیم، بعد از اون درایو سی را باز میکنیم، بعد از میایم پروگرام فایل یا ویندوز را باز میکنیم، بعد از این فایل بوت را باز میکنیم، بعد از این فولدر را. اگر ما اینجا کوچک کنیم یک صفحه را میبینیم یا نه. اگر کلوز میکنیم اینجا یک صفحه را بسته میکنیم بس دیگه کدام صفحه وجود نداره. اگر گزینه ایچ فولدر انده ویندو را انتخاب بکنیم در اینجا از دو گزینه اپلای بگوییم باز در این صورت ما پی سی را باز میکنیم یک صفحه و بعد از اون در درایو سی را دبل کلیک میکنیم این دیگه صفحه باز میشه، این دیگه صفحه باز میشه، این دیگه صفحه باز میشه. هر کدامش در یک صفحه جداگانه میبینیم پشت پشت باز شده. گزینه بکام غیر فعال است کار نمیکنه و ما مجبور هستیم که دانه دانه اینا را بسته بکنیم و این گزینه را حتی در تصویر که شما میبینید پشت پشت یه تصویر داره، این یک دانه داره. پس گزینه بعدی ما سینگل کلیک است. اگر ما در اینجا میایم یک بار کلیک میکنیم کدام صفحه را میبینیم باز شده؟ نخیر. پس ما در اینجا سینگل کلیک فعال میسازیم اپلای میگیم. زمانی که ما و شما بالای این فولدر قرار میگیریم زیر از اینا میبینید یک خط وجود داره. ما میخوایم که خط وجود نداشته باشه، آن اندرلاین انتخاب میکنیم اپلای میگیم. او خط رفت از بین. حالا زمانی که بالایش قرار میگیریم او خط به وجود میاد. یک بار کلیک و صفحه باز میشه برات. پس سینگل کلیک این وظیفهش بود. اگر ما و شما گزینه دبل کلیک انتخاب میکنیم و اپلای میگیم در اینجا یک بار کلیک کنیم باز نمیشه، مجبور هستیم که دبل کلیک کنیم تا این باز شود. گزینه بعدی ما پرایوسی است که ما میتونیم که در این قسمت بخش کویک اکسس و این بخش کویک اکسس میشه گفتن. زمانی که ما اینجا میایم اکسپلورر را باز میکنیم صفحهش بزرگ میکنیم این قسمت مربوط به کویک اکسس است. کویک اکسس ما میبینیم که اینجا یک فولدر، دو فولدر، 3 4 دانه فولدر اضافی است ریسنت کرده لیست کرده و اینجا این اندازه فایل ها را لیست کرده. پس در اینجا دو گزینه داریم ما و شما که وظیفه شان است. گزینه اولی شو ریسنتلی یوز فایل است این کویک اکسس و گزینه دومش یوز فولدر این کویک اکسس است. پس گزینه دومی ده اینجا ما و شما میتونیم کلیر هم بگوییم که پاک بکنه برای ما. اگر این گزینه را غیر فعال بسازیم این فولدر ها را از بین میبره، این فایل ها را. حالا ما فولدر را غیر فعال کردیم اپلای میگیم آیا برای ما این چند دانه فولدر را حذف میکنه یا نمیکنه.
اینجا ما و شما این فولدرها رو داریم، نه این فولدرهای استاندارد، این فولدرهای اضافی که ما بازشان کردیم. اگر میم در اینجا این گزینه را غیر فعال کردیم، حالا اپلای میگیم، از کویک اکسس اینا حذف شد. حالا اگر ما بیایم گزینه بالایش هم غیر فعال کنیم، اپلای بگوییم، این فایل ها را از بین میبره. این بار این را غیر فعال نمیکنیم، کلیر را انتخاب میکنیم، کلیر را این پاک کرد برای ما. خب در اینجا ما و شما اگر میم تغییرات دایماریم، ریستور دیفولت بگو، پس دوباره با حالت اولش برمیگرده. تک مارک از اینم گذاشت، اینم در دبل کلیک برد، اینم در اوپن ایچ فولدر انده سم ویندو آورد. پس اپلای میگیم، این ترتیب شد به سلیقه خود ما. گزینه بعدی داریم ویو. ویو وظیفه‌اش چیست؟ در اینجا آپشن های بیشتری است، ما تمامی آپشن ها را بررسی نمی کنیم، چند آپشن محدودی را بررسی میکنیم. میم در این قسمت اولین گزینه Don't show hidden folders. ما میم در اینجا چون فولدر یا فایل هاید شدگی داریم یا نداریم، اولا شو میگیم، اپلای. در اینجا کدام فایل هاید شدگی نیست. این بار میم ما این فایل پنهان میکنیم، این فولدر همراه با این فایل دو دانه را، این دو تا را که میخوایم پنهان بکنیم یا پنهان بکنیم، راست کلیک میکنیم بالایش، میم در این قسمت بالای پراپرتیز و هایدن فایل میسازیم، اپلای میگیم و اوکی میگیم. و این گزینه را راست کلیک میکنیم و پراپرتیز میم گزینه هایدن فایل میسازیم، اوکی میگیم. حالا هر زمانی که ما و شما بیم در بخش فایل اکسپلورر آپشن و گزینه Don't show hidden فایل انتخاب بکنیم، اپلای بگوییم، او فایل هایی که ما و شما چی داریم اینجا سورت بگوییم هاید کردیم، اونا پنهان شدن. اینا ما از بین ببرم، اینا اینجا جایی نیست، نه، تمام از اونا هاید شده. حالا اگر ما شو بگوییم اپلای، برای ما اینجا فایل هایی که پنهان بودن این اندازه است، تمامش ظاهر شد. اگر ما هاید میگیم اپلای، پنهان میشن. و اگر بگوییم شو شون یا ظاهر شون، پس دوباره در این قسمت شو را انتخاب میکنیم. گزینه بعدی اگر ما بخوایم در اینجا درایویسی میم، بعد از او درایویسی را باز میکنیم. در اینجا اگر ما دونت شو میگیم، اپلای. چند فایل داریم؟ 8 فایل داریم. در اینجا نشان میده که 8 فایل داریم. حالا حساب میکنیم 8 تا هست یا بیشتر. 1 2 3 4 5 6 7 8 دانه فولدر داریم. اگر ما میگیم شو هایدن فولدر، اپلای، چند دانه شد؟ 11 تا. 3 تا دیگه اضافه شد. 1 2 3. اینا هاید شدگی بود که معمولی هاید شده بود. اگر ما بخوایم که فایل هایی را که سیستم پنهان کرده اونا را بر ما نمایش بده، باز در اینجا میم گزینه هاید پروداکت، این گزینه را هاید پروداکت غیر فعال میسازیم، یس میگیم، اپلای میگیم. در اینجا میبینیم که از 11 تا به 19 تا ارتقا کرد، یعنی 8 فایل دیگه اینجا بر ما اضافه شد که سیستم پنهانشان کرده بود. گزینه بعدی اینا ما پس دوباره غیر فعال میکنیم. هاید اکستنشن وظیفه از این چیز است. شما باید بفهمید که هر فایل از خود یک فرمت داره. ویدیو فرمتش AVI است، MPEG است، MPG است و تصویر JPG است، بیتمپ است، PNG است، فایل ورد DOC است، DOCX است، فایل اکسل MXL است، EXL است و به این شکل هر فایل از خود یک فرمت داره. ما میخوایم اون فرمت ها را ببینیم، یک فایل به یک فرمت دیگه تغییر بدیم و یک تکنیک بزنیم. چطور یعنی؟ ما و شما میایم در این قسمت و اینجا داریم یک ویدیو به نام در این قسمت یک ویدیو را ما از اینجا انتخاب میکنیم، کنترل سی میگیریم، در اینجا میم پیسش میکنیم و این ویدیو اضافه شد. خب در این قسمت این یک ویدیوی مهم است، نشان میکنیم don't touch it، این را دست نزنید. اما من در این قسمت فرمت اکستنشن از این میخوایم ببینیم چی است، غیر فعال میکنیم، این گزینه را اپلای میگیم. حالا اکستنشن از این نشان میده برای ما AVI یا نه. از این فایل چی است؟ PPT، این پاورپوینت است، PPT. اما فرمت از این چی است؟ ما و شما را کار کردیم. BAT است، بعد فایل ما جور کردیم یا نه روز گذشته. BAT است. از این چی است؟ از این TXT است،
تکست. از این چی هست؟ از این را میبینیم که ACCDB. خب پس هر کدام از این یک فرمت داره پسوند بر خود. ما میگیم اینی فیلم هست، دوستای ما که آمد فکر نکنه این فیلم است، فکر کنه یک تصویر است، کارام نمیکنه. امی فیلم ها پلی کردن نتونن و باز کردن نتونن. راست کلیک میکنیم سرش، رینیم میگیم، رینیم سر فرمت از این پاک میکنیم، فرمت شب پاک کردیم. حالا ما میخوایم با کدام از یا ای تبدیل شود، اکسل تبدیل شود، پاورپوینت تبدیل شود، اکسس یا تکست. ما میگیم پاورپوینت PPSX انتر کن، یس بگو. این با یک فایل پاورپوینت تبدیل شد یا نه؟ اگر ما بخوایم با فایل اکسس تبدیل شود، اینجا میم اکستنشن از این را از بین میبریم و با جایش میگذاریم ACCADB انتر، یس بگو. با فایل اکسسی تبدیل شد. اما در اینجا ای اضافه است، چرا که اما شکلش نآورد. اون که شکلش نبره یعنی که یس اینجا شکلش آورد. حالا اگه کسی به این دبل کلیک کنه صفحه اکسس باز میشه، کار نمیکنه. این دیگه فایل بی مفهوم است. این حسبم میگه غرض هم نگرن، نفرم میبره یک فایل اکسس از غرض نگی. بس خودت که آمدی میتونی در اینجا به اکستنشن ازیره AVI میسازی و این فیلم میتونی پلی بکنی. AVI اون نفر چطور بفهمه که AVI از فیلم است؟ خب می دوست اکسس است دیگه. تو در اینجا می دبل کلیک میکنی، حالا این فیلم برای تو پلی میکنه. فهمیده شده شما؟ خب این فایل اکستنشن بود و در اینجا گزینه های دیگه هم وجود داره. خب بیشتر باید سرشان فوکس کنی. فرض میکنیم نوشته از دیسپلی د فول پات اند تایتل بار. این در تایتل بار ما تغییرات وارد میکنه. خب آیکن ها و گزینه های بیشتر است. اگر سر از اینا ما و شما بیم کار بکنیم وقت بیشتر میگیره، اپلای میگیم، اوکی میگیم. درس امروز ما را همینجا به پایان برسانیم. تا درس بعد، جلسه بعد شما را به الله یک تا و بنیاز بسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.